زبان مردم. یک روز ملا و پسرش به دهی می رفتند. ملا پسرش را سوار خر کرد و خودش پیاده دنبال او راه افتاد. بین راه چند نفر اشاره کردند به پسر ملا و گفتند عجب دور و زمانه ای شده. بچه ها اصلا رعایت بزرگترها را نمی کنند. پسر گنده سوار خر شده، گذاشته پدر پیرش پیاده بیاید. این دفعه ملا سوار خر شد و پسرش پیاده دنبالش راه افتاد. عده‌ای آنها را دیدند و گفتند مرد گنده خجالت نمی کشد، خودش سوار خر شده، بچه طفل معصوم را گذاشته که پیاده راه برود. ملا و پسرش با هم سوار خر شدند تا دیگر حرفی نباشد، اما هنوز چند قدم نرفته بودند که باز عده‌ای آنها را دیدند و گفتند عجب آدم‌های بیرحمی، توی این گرما دو ترکه سوار خر زبان بسته شدند. ملا و پسرش از الاغ پایین آمدند و هر دو پیاده دنبال الاغ راه افتادند. چند قدم که رفتند عده‌ای رسیدند و گفتند عجب خنگ‌هایی، با اینکه الاغ دارند خودشان دارند توی این گرما پیاده می‌روند و له له می‌زنند.